انتخابات نظام‌ها را مشروعیت می‌بخشد و مردم را در گزینش رهبران و نمایندگانشان سهم می‌دهد. در افغانستان شاه امان الله خان نخستین کسی بود که انتخابات و گزینش نمایندگان را مطرح ساخت. شاه امان الله خان برای نخستین بار لوی جرگه را برای تصویب قانون اساسی در سال 1302 هجری خورشیدی برگزار کرد. در این لوی جرگه بیشتر به آزادی‌ها و حقوق افراد پرداخته شد، اما موضوع انتخابات مطرح نگردید. انتخابات در افغانستان از یک نگاه پیشینه نزدیک به نیم قرن دارد. ما دهه دموکراسی را داشتیم که گذار ساختار سیاسی از یک شاهی مطلقه و یک شاهی مشروطه و ایجاد پارلمان و فراهم شدن زمینه‌های مبارزات انتخاباتی و گسترش احزاب بوده که بیشتر در دهه 60 ما نزدیک به یک دهه دموکراسی داشتیم و انتخابات داشتیم و در او انتخابات با وسایل افغانی، با منابع ملی خود ما انتخابات برگزار می شد. اما در دوره هفتم شورای ملی مردم نخستین بار به گونه آزاد به پای صندوق‌های رایدهی رفتند و نمایندگانشان را برگزیدند. به دنبال آن انتخابات دوره هشتم شورای ملی در زمان نخست وزیری شاه محمود خان برگزار شد. باز هم مردم توانستند در انتخابات شرکت کنند و پس از سپری شدن دوره شاه محمود، هنگامی که سردار داود خان در سال 1342 هجری خورشیدی نخست وزیر بود، هیچ انتخابات در افغانستان برگزار نشد. سپس انتخابات دوره 12 شورای ملی در سال 1344 هجری خورشیدی در زمان حکومت دکتر محمد یوسف و دوره 13 در دوره حکومت نور محمد اعتمادی در سال 1348 هجری خورشیدی برگزار شد. در این سال زنان افغانستان برای نخستین بار در تاریخ حق رایدهی را به دست آوردند و به پای صندوق‌های رایدهی رفتند. یکی از ویژگی‌های دوره 12 شورای ملی راه یافتن 4 زن در مجلس است. رقیه ابوبکر، عنایتا راتبزاده از کابل، معصومه اسمتی از قندهار و خدیجه احراری از هرات به مجلس راه یافتند. تقریبا 50 سال پیش از زمان حکومت ظاهرشاه که برای اولین بار برای خانم‌ها چانس داده شد که تا اونا برن و در پروسه انتخابات سهم بگیرن و از حق خود، از حق مشروع خود استفاده بکنن. پس از آن دهه مردم سالاری یا دهه قانون اساسی در سال 1352 هجری خورشیدی از سوی یک کودتای سفید به رهبری داود خان پایان یافت. داود خان با وجودی که نظام شاهی را به نظام جمهوریت تغییر داد، اما برای برگزاری انتخابات هیچ گام بر نداشت تا اینکه در سال 1356 هجری خورشیدی قانون اساسی را ترتیب و حزب انقلاب ملی را به حیث یگانه حزب نظام جمهوریت اعلام کرد. این قانون اساسی از سوی لوی جرگه انتصابی به تصویب رسید. در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق که در نتیجه یک کودتا به میان آمد، باز هم هیچ انتخابات برگزار نشد و پس از آن دکتر نجیب الله طرح مجلس شورای ملی را در آخرین سالهای حکومتش در قانون اساسی گنجانید، اما به علت برخی از چالش‌ها در کشور انتخابات برگزار نشد. پس از دوره حکومت دکتر نجیب الله در حکومت‌های مجاهدین و طالبان هیچگاه زمینه انتخابات برای مردم افغانستان فراهم نشد و افغانستان گواه جنگ‌های داخلی بود و گروه‌های مسلح کوشیدند از راه جنگ و زورگویی خودشان را به قدرت برسانند. به نظر من بهترین انتخابات با در نظر داشت تجربه کم افغانستان اولین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است که در سال 2004 صورت گرفته. این انتخابات زمینه ساز اشتراک وسیع مردم در کشور در انتخابات شد و همچنان نوع اراده جدی ملی را در ایجاد نظام انتخاباتی در افغانستان به وجود آورد. یک نوع اعتماد مردم هم نسبت به دموکراسی و نسبت به حق رایدهی خودشان و احساس مسئولیت اجتماعی شهروندی هم به وجود آورد. این انتخابات زمینه ساز نوعی از مشارکت آگاهانه مردم در سیاست شد که شما عملا دیدین تا سالهای 2006 این حضور مردم در میدان و در عرصه خیلی جدی بود. مشارکت در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رای
میتونه که مردم را آهسته آهسته و به تدریج به یک نظام مطلوب و مردمی برسانه و این چیزی هست که متاسفانه نسل‌های گذشته جامعه افغانستان از چنین حقی و از دسترسی به چنین امکان محروم بوده. انتخابات یکی از لازمه‌های دموکراسی است. یعنی وقتی ما از دموکراسی که مو حاکمیت مردم برای مردم است صحبت می‌کنیم، یکی از مواردی که در انتخابات در دموکراسی لازم است داشتن انتخابات است یا راه اندازی انتخابات است. در سال 1383 هجری خورشیدی نخستین انتخابات ریاست جمهوری به گونه بهتر زیر نظر سازمان ملل متحد در افغانستان برگزار شد. در این انتخابات گفته می شود که حضور مردم بسیار گسترده بود. در این انتخابات 18 تن خودشان را برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری نامزد کرده بودند. در مجموع بیشتر از 12 میلیون تن برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند و این نخستین انتخابات در 12 سال گذشته بود که بیش از 2 میلیون پناهجوی افغان در ایران و پاکستان در انتخابات شرکت کردند. کشورهای پیشرفته جهان بیش از 2 قرن تا 2.5 قرن وقت سپری کردند تا به یک انتخابات کاملا دموکراتیک و شفاف رسیدن. توقع نداشته باشیم که ما در ظرف چند سال به محدود بتوانیم مانند سایر کشورهای اروپایی و امریکایی یک انتخابات عالی داشته باشیم. اما این معنیش نیست که ما برای بهبود انتخابات تلاش نکنیم، بهبود خود داشته باشیم. انتخابات په ټولو پیشرفته جامعو کې خصوصا په دیموکراتیک جامعو کې ډیر اساسي رول لري او په حقیقت کې د خپل دیموکراسي یا د خلکو حکومت د خلکو د خوا څخه پر خلکو باندې چې دا د دیموکراسي یا د ولسواکۍ تعریف دی. پس از آن انتخابات مجلس نمایندگان در سال 1384 هجری خورشیدی برگزار شد. در این انتخابات نزدیک به 6000 خودشان را برای به دست آوردن 249 کرسی نامزد کرده بودند. در همین دهه باز هم در سال 1388 هجری خورشیدی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این انتخابات 40 تن خودشان را نامزد کرده بودند. این انتخابات نیز با چالش‌های همراه بود. هنگامی که هیچ یک از نامزدان آرای 50 جمع 1 را تکمیل نتوانستند، انتخابات میان حامد کرزی و دکتر عبدالله به دور دوم رفت. اما دکتر عبدالله از رفتن به دور دوم منصرف شد و کمیسیون مستقل انتخابات حامد کرزی را برنده این رقابت اعلام کرد. تمامی 4 انتخابات را که ما داشتیم ولو مشکلات خود داشتن، برای افغانستان از لحاظ انکشاف سیاسیش یک نعمت بود. و نعمت ای است که مردم افغانستان یاد گرفتن و درک کردن که رسیدن به قدرت سیاسی و اشتراک در قدرت سیاسی از مجاری زور، خشونت و تفنگ نه تنها مشروعیت نداره بلکه مورد تنفر مردم. پس موثرترین راه ولو با مشکلاتی که داره انتخابات امی است که مردم در پای صندوق‌های رای برن و از طریق رای خود کسایی را که علاقمند اشتراک در قدرت سیاسی هستند اونا را به قدرت برسانند. به دنبال این انتخابات در سال 1389 هجری خورشیدی انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شد. در این انتخابات هنگامی که رهبری کمیسیون را فضل احمد منوی در دست داشت، در این انتخابات نیز بیشتر از 6000 تن برای به دست آوردن 249 کرسی خودشان را نامزد کرده بودند. این انتخابات نیز با چالش‌های جدی همراه بود. در این انتخابات تنش‌های جدی میان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات درباره اعلام فهرست نهایی به میان آمدند. سرانجام پس از 1 سال تنش‌ها میان دو طرف، 9 عضو مجلس نمایندگان از سوی حکومت از مجلس بیرون کشیده شدند و 9 تن دیگر که گویا از نظر حکومت حق رفتن به مجلس را داشتند، اجازه ورود به مجلس را یافتند. این انتخابات پیشرو 3مین انتخابات ریاست جمهوری است که مردم افغانستان آن را تجربه خواهند کرد.